کریستی خانومیه که با به اشتراک گذاشتن عکسای خانوادگیشون توی دنیای مجازی، پلتفرمایی مثل فیسبوک، مردم راجبش فکر میکردن که مادر نمونه‌ایه. اما توی تاریک‌ترین دوره زندگیش تصمیم میگیره شوهرش رو با کشتن دختراشون تنبیه کنه تا اون درد و رنجی رو که خودش میکشیده شوهرش هم بتونه درک بکنه. کریستی در سال 1974 در آلاباما متولد میشه. اون تک فرزند بود. مادرش همراه پدر بزرگشون رو بزرگ کرده بود. کریستی که پدرشون رو ترک کرده بود، عاشق پدر بزرگش بود. پدر بزرگش همه این سالها مثل یک پدر کنارش بود و در هر زمینه کریستی رو حمایت میکرد. کریستی یکی از دخترین محبوب دبیرستانشون بود که با یه پسری به نام جیسن که یکی از بازیکنای خوب مدرسه‌شون بود آشنا میشه و زیاد طول نمیکشه که عاشق هم میشن. طوری که همه دوستاشون میگفتن که این دو بهترین مچ هستن، انگار برای همدیگه ساخته شدن. کریستی و جیسن شروع کرده بودن به دیت کردن و اوقات زیادی رو بیرون از مدرسه با هم سپری میکردن. همدیگه رو خیلی میدیدن، عاشق هم شده بودن، طوری که دوست نداشتن دیگه از هم جدا بمونن. و روزی فرا میرسه که جیسن به کریستی پیشنهاد ازدواج میده و کریستی هم قبول میکنه. اونا با هم ازدواج میکنن و به تگزاس نقل مکان میکنن و اونجا جیسن مشغول کار میشه. فرزند اولشون تیلر در سال 1994 متولد میشه و بعد از 5 سال دوباره صاحب فرزند میشن، صاحب دختری به نام مدیسن. دخترای کریستی و جیسن کم کم بزرگ میشن. تیلر از اون دخترای هنرمند میشه. تیلر عاشق نقاشی بوده که به صورت حرفه‌ای همونو دنبال میکرد تا اینکه از کالج فارغ التحصیل میشه و در یک مهد کودک مشغول کار میشه به عنوان یک معلم. تیلر خیلی بچه‌ها رو دوست داشت، با بچه‌ها خیلی خوب ارتباط میگرفت. بچه‌های مهد کودک هم تیلر رو خیلی دوست داشتن. تیلر توی دوره دبیرستانش مثل مادرش عاشق یک پسری به نام جان لوگو میشه. نمیدونم چرا همه عشقا توی دبیرستان شروع میشه. تیلر و جان هم خیلی همدیگر رو دوست داشتن و تصمیم میگیرن که بعد از کالج رابطه‌شون رو رسمی بکنن. یعنی در پایان سال 2016 تاریخش رو مشخص میکنن که با همدیگه به صورت رسمی ازدواج کنن. اما دقیقاً چند روز قبل از اینکه ازدواج بکنه تیلر به دست مادرش کشته میشه. مدیسن دختر کوچیک خانواده بود. اون رابطه خیلی دوستانه‌ای با خواهرش داشت و یه جورایی اون الگوی خودش قرار داده بود. با اینکه فقط یه تینیجر بود، برنامه‌های زیادی برای آینده‌اش داشت تا اینکه مادرش اونو از داشتن آینده و رویاهاش محروم میکنه و اونو همراه خواهرش به قتل میرسونه. توی یکی از این سالها، درست توی روز دختر، کریستی عکسی از 2 دخترش توی فیسبوک شیر میکنه و زیرش مینویسه که روز دختر رو به شما 2 دختر عزیز و مهربون و باهوشم تبریک میگم. انقدر شما رو دوست دارم که حتی نمیتونید تصورش رو هم بکنید. اما روزای سخت کریستی شروع میشه. تو سال 2012 پدر بزرگ کریستی فوت میشه و کریستی خیلی ناراحت میشه و افسردگی شدیدی میگیره. با این غم نمیتونستش کنار بیاد. اون عاشق پدر بزرگش بود. پدر بزرگش کسی بود که جای پدرش رو براش پر کرده بود و اون هر وقت به اون احتیاج داشت اون در کنارش بود. با فوت پدر بزرگش هنوز کنار نیامده بود که 2 ماه بعد مادرش هم فوت میکنه. اون حالا 2 نفر از مهمترین و عزیزترین کساشو از دست داده بود. مادر و پدر بزرگش. کسایی که اونو بزرگ کرده بودن، بهش عشق داده بودن و هر کاری که میتونستن برای کریستی انجام داده بودن. کریستی نمیتونست با مرگ این 2 عزیزش کنار بیاد. برای اینکه بتونه از این درد فرار بکنه، رو به الکل میاره و این همه چیزو بدتر میکنه و همچنین به دکترای زیادی میره، قرصای مختلفی استفاده میکنه که این افسردگیشو بتونه بهتر بکنه. ولی روز به روز حال اون داشت بدتر میشد. با این تفاصیل فضای خونه هم خیلی منفی شده بود.
جو خیلی سمی تو خونه وجود داشت. کریستی همیشه ناراحت بود، عصبانی بود و این عصبانیتش رو افراد خانواده یعنی جیسن، تیلر و مدیسن خالی میکرد. بارها تلاش میکنه که خودکشی بکنه اما هر دفعه جیسن به موقع میرسه و چندین مرتبه از ترس اینکه بلایی سر خودش داره میاره با 911 تماس میگیرن و پلیسا وقتی میرسن کریستی به اونا میگه که شوهرش به اندازه کافی کنارش نیست و با اون همدردی کافی رو نداره. به خاطر همینه که اون این همه ناراحته. بله، کریستی فکر میکرد شوهرش به اندازه کافی با اون همدردی نمیکنه و اینکه دیگه هیچکس اون رو درک نمیکنه و این حس و حالت افسردگیش روز به روز بزرگتر میشد و اونو تو خودش غرق میکرد. تا اینکه در سال 2016 جیسن تصمیم میگیره که از کریستی جدا بشه و بعد از 20 اندی سال میخواستش به این رابطه خاتمه بده. حتی فکر کردن راجع به طلاق حال کریستی رو خیلی خراب میکرد. اون دیگه بیشتر قرص میخورد، بیشتر الکل مصرف میکرد. نمیتونست جلوی خودشو بگیره. از همه چیز و همه کس ناراحت بود. فکرش درگیر این چیزا بود که یه روز هم با تیلر بحثش میشه و در ادامه به تیلر میگه که حق نداره نامزدشو ببینه و باید توی خونه بمونه. جیسن که این حرفو میشنوه طرف دخترشو میگیره و به کریستی میگه که حق نداره دختر 22 سالشو اینطوری تنبیه بکنه، مخصوصا که چند وقت دیگه عروسیشه. در 24 جون سال 2016 که تولد 45 سالگی جیسن بود 911 یک تماس دریافت میکنه و این تماس از طرف تیلر بود. تو این تلفن خیلی واضحه که کریستی با یک اسلحه خانواده‌شو نشونه گرفته و اونو دارن التماس میکنن که بذاره اونا زنده بمونن. اما کریستی با یه صدای سرد و خیلی آروم میگه که stop talking، حرف نزنید. پلیس یه تماس دیگه هم دریافت میکنه. این تماس از طرف همسایه کریستی بود. اون داشت صداهایی که توی خونه کریستی میشنید و به پلیس انتقال میداد. مردی که همسایه کریستی بود به پلیس میگه که صدای شلیک از خونه کریستی شنیده. مدیسن، جیسن و تیلر همینطور داشتن التماس میکردن که به اونا شلیک نکنه. اما تو چشمای کریستی هیچ رحمی وجود نداشت. معلوم بود که میخواد این کار رو انجام بده. مدیسن و تیلر به سمت در خروجی میرن که فرار کنن برن بیرون و جیسن هم به اونا کمک میکنه. اما تا در رو باز بکنن از پشت به اونا شلیک میشه. به هر دوشون شلیک شده بود. هر دو زخمی شده بودن و خون زیادی ازشون میرفت. همونجا تیلر و مدیسن به زمین میافتن در حالی که جیسن اونا رو داشت کمک میکرد به بیرون از خونه ببره. زخم مدیسن خیلی عمیق تر بود و حرکت براش خیلی مشکل تر بود. به خاطر همین روی زمین خودشونو میکشونن تا بتونن خودشونو به بیرون از خونه برسونن و جیسن هم اونا رو کمک میکرد. هر دو هنوز زنده بودن. خودشونو میتونن به وسط خیابون برسونن. اما کریستی با تمام بیرحمی بالا سر اونا ایستاده بود و دوباره سعی میکنه که به اونا شلیک کنه. اما ظاهرا هیچ گلوله‌ای در اسلحه باقی نمونده بود. همسایه‌ای که داشت اوضاع رو برای 911 شرح میداد گفت مثل اینکه کریستی گلوله‌اش تموم شده و به سمت خونه رفته و مثل اینکه رفته اسلحه‌شو دوباره پر کنه و برگرده. و همین اتفاق میفته. کریستی با اسلحه پر دوباره به وسط خیابون برمیگرده. اگر فقط چند دقیقه دیرتر میرسید تیلر موفق شده بود که بیسته و بتونه فرار کنه، اما متاسفانه این اتفاق نمیفته. کریستی خیلی زود میاد بیرون و اول از همه مطمئن میشه که مدیسن مرده یا نه. مدیسن که خیلی زخمش عمیق‌تر بود همونجا جون خودش رو از دست میده و کریستی مطمئن میشه که اون مرده و بعدش به سمت تیلر میره. تیلر که دوباره با دیدن مادرش به زمین افتاده بود داشت مادرش رو نگاه میکرد و با چشمایی که پر از اشک بود داشت به کریستی نگاه میکرد و در این نگاه پر از اشکش یه التماسی داشت که بذار من زنده بمونم. اما کریستی خیلی بیرحم بود. با تمام بیرحمی دوباره به تیلر شلیک میکنه و دقیقا در همون لحظه پلیس میرسه و دور تا دور کریستی پر میشه از افراد پلیس
و پلیس به اون میگن که اسلحه‌تو بنداز، اما کریستی گوش نمیده و همینطور به سمت پلیس حرکت میکنه. با تسلیم نشدن کریستی پلیس مجبور میشه که به کریستی شلیک کنه و کریستی همونجا به زمین میفته و همونجا جون خودش از دست میده. انگار دقیقا این همون چیزی بود که میخواست. اون میخواست دختراشو بکشه و بعدش به خاطر تسلیم نشدن خودش هم کشته بشه و شوهرش رو با دنیای غم رها کنه که هر روز به خاطر کشته شدن دختراش اون هم ذره ذره بمیره. پلیس ها با آنالیز تماس های تلفنی به این نتیجه رسیدن که کریستی همه اینا رو برنامه ریزی کرده بود. در واقع بعد از صحبت کردن راجع به طلاق با جیسن، کریستی زمان زیادی داشت که بتونه این برنامه‌اش رو عملی بکنه، اما این کار رو نکرد و این کار رو دقیقا روز تولد جیسن انجام داد تا اون روز جیسن هیچ وقت نتونه فراموش بکنه و بالاخره اون دردی رو که خودش میکشید جیسن هم بتونه اونو درک کنه و اون درد و رنج رو حس کنه. اون میخواست اینطوری جیسن رو تنبیه کنه با کشتن دختراشون. با یک چشم به هم زدن همه چیز رو نابود کرد. نابود کردن زندگی تیلر که فقط چند روز مونده بود عروس بشه و نابود کردن زندگی مدیسن که آرزوهای زیادی برای آیندهش داشت. بعد از رسیدن پلیس به اونجا جیسن فقط در حال گریه بود و مدام با خودش تکرار میکرد که اون همه این کارا رو کرد که فقط به من صدمه بزنه. جیسن هیچ وقت بدن کریستی رو تحویل نگرفت و هیچ کس نمیدونه که کریستی کجا دفن شده. جیسن بعد از مراسم خاکسپاری دختراش میگه که کسایی رو که دوست دارین هر روز بهشون بگید که دوستشون دارید، چون هیچ وقت نمیدونید که این آخرین باره که اونا رو میبینید. در آرامش بخوابید بچه‌های من. اونا میدونستن که من اونا رو دوست دارم و منم میدونم که اونا منو دوست داشتن. بعد از این تراژدی جیسن به آلاباما برمیگرده و 1 سال بعد دوباره ازدواج میکنه. انتقادهایی که بعد از اون تراژدی راجع به جیسن شد این بود که جیسن میتونست اسلحه رو از کریستی بگیره به هر قیمتی شده، ولی اون این کار رو نکرد. هر کس به نوعی قضاوت میکنه، ولی خب هیچ کس نمیدونه اون لحظه چطور باید عمل بکنه و عکس‌العمل هر کسی کاملا متفاوته. نظر شما راجع به این پرونده چیه؟ راجع به عکس‌العمل جیسن چیه؟ آیا جیسن میتونست بچه‌هاشو نجات بده یا نه؟ شما بگید. این پرونده هم تموم شد. خوشحال میشم سابسکرایب کنید و لایک و زنگوله هم یادتون نره. تا پرونده دیگه، خدا نگهدار.